خب دوستان بارگیری ما شروع شد. اول قسمت بالای سازمون یعنی دوپلکس کار رو باید نصب کنه، قلاباشو بندازه و بارگیریشو شروع بکنه. این ماشین بیاد بغل سازه که بتونه کارش انجام بده. بالا دوپلکس کارمون درست شد. باید بشه روی کمرشکن و بسته بشه. اولین قسمت سازمون دوپلکس سازمون بارگیری شد. بچه‌ها در حال بستن بارن. این روی کمرشکن سوار شد به خاطر اینکه ارتفاعش پایین‌تر و تو مسیر دیگه جای گیر نکنه. دوستان عزیز این قسمت بارگیری و حمل سازه یکی از حساس‌ترین و مهمترین قسمت هست. حالا دوستانی که سفارش دارن و کار انجام میدن توی این قسمت حتما ماشینایی که میگیرن کمرشکن باشه، چون خیلی تاثیر داره همون ارتفاعی که پایین‌تر قرار میگیره و تو مسیر به سازه آسیب نمیرسه. خب رسیدیم به قسمت دوم سازه یعنی قسمت روف گاردن که دیگه بعد از این کارمون نسبتاً ساده تره. قسمت دوپلکس کار به خاطر اینکه شاسی زیرش نداره و رو پروفیل هاست این ماده بارگیری سخت تره. قسمت کف که دیگه شاسی بندی تیراهن داره بارگیریش راحت تره. آهنگر ما سیف الله قلاباشو بندازه، ذره ثقیلی ما بکشه بالا. باید روی این ماشین سوار شی. این هم همونطور که می‌بینید کمرشکنه. دو تا کمرشکن داریم، یه کفی که این ارتفاع بلندامون روی کمرشکنه سوار میشه. این کار بزرگمون روی کفی سوار میشه. خب بلند کردن روف گاردن رو شروع کردن. انشالله این هم سعی سالم بارگیری بشه، خیالمون راحت میشه از این بابت. بریم سراغ قسمت سوم. ماشاءالله این یکی از میشه گفت سنگین ترین قسمت های ساز است. قسمت دوم سازه به سلامتی بارگیری شد. بچه ها زنجیرش رو وا کنن، راننده عزیزمون هم بره جلوتر سازه رو محکم ببنده برای حمل کردن تا مقصد. خب رسیدیم به قسمت آخر سازمون یعنی قسمت طبقه پایین که از نظر ابعاد بزرگترین ابعاد. این هم که بارگیری بشه دیگه میریم به سمت نصب. خب رسیدیم به قسمت آخر سازمون یعنی قسمت بزرگ سازه عرض 5 مترمون که داره بارگیری میشه. این که بارگیری بشه میریم برای نصب. ادامه ماجرا رو اونجا دنبال کنیم.
رفتیم و زدم و الان داریم میبریم نصبش کنیم با امید خدا. سازه این ماه با این عباد کی میتونه بزنه بدن؟ با این عباد اینجوری درست تر بیاد هیچ کس نمیتونه ببره. این ماشاءالله یک ویلای کامل 110 متری. کمرشکن همه چیزش خوبه. از نگاه کن باره انگار رو زمینه. از انگار رو زمینه یکی از بالایش. داره میگیره بله که عالی داریم. ماشاءالله ماشاءالله رفت.
خب دوستان ما رسیدیم سر لوکیشن. جرثقیل اومده داره قلاباش آماده میکنه برای بلند کردن قسمت اول سازه که میاد اینجا قرار میگیره. دوستان این فیلم اینجا رو بگیره، قسمت اول میاد اینجا قرار میگیره، قسمت روف گاردن اینجا قرار میگیره و اون طرف هم نگاه بکنید بچه‌ها خودشون یه دونه پرده چوبی ساختن سنتی، خیلی جالبه. ادامه کارو با هم بگیم. عالیه. این جلوی کارا رو ماشاءالله جرثقیل یعنی سازه رو مثل کره بلند میکنه. این جرثقیل به خاطر اینکه مسافت یه مقدار طولانی تره، یعنی همچین مسافتی رو که فیلم داره ببینید باید بلند کنه سازه رو و بیاره. به همین دلیل جرثقیلی که آوردن اینجا جرثقیل دکلدار 20 تنیه و قطعاً سازه ما که نهایتاً 2 تن هر تیکش وزنش رو خیلی راحت میده. آره همونجا بچرخون بده روش بره اونوری. بچرخ. آره درست. خب سازمون داره به صورت درستی قرار میگیره. بس شما هم از بالا دارن کمک میکنن که نه چرخ سازه. انشالله که امروز بتونیم تا قبل از تاریکی هوا سازه ها رو متصل بکنیم که فردا نجارهامون بتونن بیان کارهای نجاریش انجام بدن و تو 2 روز آینده کار کلا تحویل بشه. از یه نمای بهتری بگیرم که کل کار مشخص باشه شما بتونید ببینید. نصب سازه، بارگیری سازه واقعا که سخت‌ترین قسمت‌های کار ماست. خب آقا چراغ زحمت کشته واسمون ناهارم آورده. آقا چراغ دمت گرم. پر برکت. از دوربین فراریه می‌بینی؟ غذا هم تدارک دیده، دستش درد نکنه. ما یکی از سازه ها رو شد بلند کرد و اینم میاد بغل سازمون اینجا قرار میگیره. میمونه فقط قسمت دوبلکس کار. خب تا اینجاش که خدا رو شکر سازه به سلامت بلند شده. طول کار تقریبا 8 متر و 20 سانت، عرض کار 3 متر، وزن حدوداً 2 تن. فاصله ای که با دیوار داریم حدوداً 25 متر. زمین واقعاً هنر میخواد که جرثقیل رو تو این فضا بتونی اینجوری با سازه بچرخونی، با فاصله خیلی کم، با ارتفاع بلند و فضای خیلی کوچیک. دمش گرم. خب سازه رو تا این مرحله خوب آورده، منتها دیگه دکل چون بلنده اجازه نمیده بره، باید جا به جا بشه. خب آقا چطور بود حالا؟ عالی آقا، عالی. خوب بود؟ راضی از کار؟ بله. دمتون گرم. عالی. شما که نبود اصلا نمیشد. هوا دیگه کم کم داره تاریک میشه و قسمت آخر کار ما هنوز برای نصب کردن نیومده. بچه‌ها دارن گلابشو میندازن. امیدوارم که تا روشنی هوای مقدار هنوز باقی مونده بتونیم سازه رو نصب کنیم. 2 تا قسمت نصب شده و فقط قسمت دوبلکس کاره که باید نصب بشه. خدا رو شکر تا اینجاش خیلی خوب بوده، عالی. قسمت دوم سازم کامل نصب شد، چفت و دقیق.
فقط قسمت دوبلکسمون مونده که بچه‌ها اون طرف آماده میکنم بیارم برای طبقه دوم سازه. این هم که نصب بکنیم دیگه کار نصبمون تمامه. انشالله فردا نجارامون میام برای بقیه کاراش. ماشاءالله این تیکه آخرمونم داره بلند میشه. آقا سیف الله هوا تاریک شده ولی انشالله که نصب میکنیم. نه راحته، همون آهنی که زدیم بذاری تمومه. منم اینجا اوکی میکنم. توکل به خدا. با امید خدا 100%. اینم کارت مبارکت باشه دیگه. نگه خب تقریبا میشه گفت که نصف مسیر رو آورده و فقط برای جا زدن روی سازه پایینش رو باید انجام بده. خب با اینکه هوا تاریک شد و کارمون هم خیلی سخت شد ولی سازه رو بالاخره متصل کردیم. جوشکاریاش هم آقا سیف الله دیگه چند تا داره باید بزنه و پایان نصب کلبه 100 متری دیگه 90 نیست 100 متر. سلام ارادت خدمت همه بچه های عزیز آکادو. نوبتی هم که باشه نوبت کار کرجمونه. ویلای سعودی 100 متریمون که اینجا نصب شد. منتها چون کار عراش به پایان رسیده بود اول رفتیم کار رو انجام بدیم و بچه ها میمدن دارن کاری انجام بدن. یکی از ضعف‌های کار پارکت پی وی سی یکی کف کار میزنیم. ما هر چقدر به کارفرما اصرار کردیم که پارکت پی وی سی به درد کلبه‌های چوبی نمیخوره قبول نکردن که امروز در نهایت متقاعد شدن که کار رو باید پارکت چوبی کنیم. این پارکت چوبی هایی که بچه ها دارن انجام میدن واقعا بی نظیره. پارکت چوبی اصلا مخصوص کلبه چوبی.
نمیشه. فقط با متر 13 تومن 14 تومن میتونی یه ویلای به این خوشگلی با متراژ 100 متر 80 متر هر چقدر که دلت میخواد تو ویلات اجرا بکنی. قسمت پایین این ویلا 64 متره که شامل اتاق خواب، آشپزخونه، سرویس بهداشتی و حمومش. خب دوستان عزیز، رسیدیم به مرحله تحویل ویلای صفادشت کرجمون که آقا مرتضی رو آوردیم قسمت کف کلبه رو محافظ رزین بزنه تا حالا به قول خودمون پرتردد بشه. تا روش راه میرم و استفاده که میکنن آسیب شور نرسه. وقتی این رنگ رزین که میخوره میبینید چقدر کیفیت کار بالاتر میره. یه براقیت زیادی به چوب میده و محافظت خیلی بالایی هم برای چوبه. این قسمت اتاق خواب رو هم بچه‌ها اجرا کردن که میبینید واقعا خیلی قشنگ شده. امروز روز تحویل این ویلاست. طرف میگه ویلا خریدم، ویلا ساختن خیلی کار سخت و پر دردسریه، ولی من بهت میگم تو تمام سختیاشو دردسراشو بسپار به من و بعد از 45 روز ویلا تو این شکلی از من تحویل بگیر. این اصلا موتور کلاکی نیست، موتوریه.